برای جوانها، خصوصا به نوجوانها، ما در این محفل یک مژده میدم که اینها واقعا تلاش کنن که هر انسان وقتی تلاش کنه به هر جایی که خواسته باشه میرسه. قاری صاحب عبدالله جان کجا تشریف دارن؟ قاری صاحب عبدالله جان برادر خردسال ما که از تاجیکستان هست. قاری صاحب عبدالله جان بیایید. قاری صاحب عبدالله جان از کشور تاجیکستان، حافظ کل قرآن عظیم الشان. استاد شیم که همه شما را ببینن. حافظ کل قرآن عظیم الشان در تاجیکستان قرآن حفظ کردن، الان در مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم گردان میکنن. سنشان 7 سال هست. هر کدام ما نوجوان ها متوجه باشن اینها حافظ کل قرآن. این سرمایه عظیم و بزرگ هست. این افتخار امت اسلامی است. امروز این به دنیا و تمام دنیا چالش میدهد با این سن و سال بیایم دیگه ادیانی که در دنیا هست که اونها به اندازه نصف جز قرآن عظیم الشان از تمام او فکر و مفکوره هایی که دارن اگر حفظ داشته باشن بیاین مطرح کنن، اما این حافظ کل قرآن. بناهن هر کدام ما تلاش بکنیم که از این محیط، از این فضا استفاده کنیم، از این فضای مدینه منوره دعا کنیم، در حق مسئولین و این نظام دعا کنیم که خداوند همیشه این نظام سرفراز و سربلند داشته باشد. این امنیتی که در این سرزمین هست این نعمت عظیم و بزرگ است. قدر این نعمت که امنیت هست اگر ما ندانیم خدا از ما پرسان می کند. در زیر نظامی که سر تا سر امنیت، جای این است که ما شکر کنیم. لئن شکرتم لازیدنکم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. بفرمایید.